تشکر میگویم با دسته هنری ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای یک نوازش زیبا و یادآور میشیم دوستان ارجمند که آهنگی که صدا داد از استاد طلبخوجا ستارов بودند و بازم تشکر و درود میگویم با همه شما. شامتان بخیر و شادی باشد. برنامه امروزه ما نیز دوستان ارجمند با بخش‌های جالب با حضور مهمانان آماده گردیده است که همگی به خاطر البته خوشحالی همه شما است. تمامی زحمت‌های ما تنها به خاطر باییده گردانیدن طبع شما و به خاطر خنده آوردن به چهره شماست. درست است. خب و در برنامه مهمان حضور دارد دوستان ارجمند سلیسی ارکستر مذکور امیرجان روزیوف. امیرجان شما را خیر مقدم میگویم. سلام عرض میکنیم به کلی تماشاگران تلویزیونی سفینه و اینچنین کارمندان تلویزیونی سفینه که بسیار شاد هستم که امروز ما را با چنین یک برنامه جالب دعوت نمودید و کوشش میکنیم که در آینده نیز همین گونه برنامه و همین گونه همکاری های دو طرفه رو یعنی دوام میدهیم و باز هم سپاس منادار هستم از شما. بله خب تشکر و بید یک کمک اطراف کار حرف زنید که کارها چگونه در ارکستر؟ در ارکستر در این حال گویم کارها بسیار هم در سطح عالی رفته ایستاده است. ارکستر سیمفونی دولتی دستگاه اجرایی پرزیدنت تمام اثرهای سطح جهانی که مثلا امروزها در تمام جهان مثلا صدا میدهد و
асарҳои тоҷикӣ худамон ки имрӯз танҳо дар телевизион не балки дар тамоми барномаҳои консертии сатҳи олии кишвар яъне баромади доимӣ дорад ва ба ғайр аз ин бояд қайд кунам ки оркестри дастгоҳи ҳуҷраи президент на балки танҳо дар барномаи давлатӣ балки бо як барномаи бисёр ҳам сатҳи олии худ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ва берун аз кишвар низ ҳатто сафарҳои ҳунарӣ дорад ва бо як сари баланд бо як сатҳи касбӣ ҳунарнамоӣ карда истодаем ва бисёр нақшаҳо низ дар оянда албатта дорем ва кӯшиш карда истодаем ки ана ҳамон нақшае ки пеша кардем амалӣ гардад. хуб ташаккур. бигӯед ки ба тамошобинони мо имрӯз чӣ пешниҳод мекунед? имрӯз як суруди аз оҳанги устод шодравон Шуҳрат Ашуров ва шеъри устод Низом Қосим омода кардем ки ин лаҳза пешкаши мухлисон, пешкаши тамошобинони телевизиони Сафина мегардонем ва боварӣ дорам ки хушашон меояд. хуб ташаккур. пас бинандаро мунтазир намесозем дӯстони арҷманд. якҷоя таронае ки амирҷон ҳамин ҳоло пешниҳод месозад гӯш мекунем ва ҳаловат мебардорем. марамат хоҳиш мекунам. саломат бошед. ташаккур. سروی روان دلبری من زبی جهان دلبری من نوری سحر دلبری من شمس و قمر دلبری من سروی روان دلبری من زبی جهان دلبری من نوری سحر دلبری من شمس و قمر دلبری من نوری سحر دلبری من شمس و قمر دلبری من شمس و قمر دلبری من دلبری من دلبری من مثل دل دوستت دارم از دل و جان لایق تو منم بدان سروی روان دلبری من زبی جهان دلبری من نوری سحر دلبری من شمس و قمر دلبری من
شمس و قمر دلبری من. بسیار سپاس، خیلی راحت بخش بود. فکر میکنم که از طرز خواندنتان معلوم که نام سرودتان دلبری من است نه؟ بله بله نام دلبری من. متن از استاد نظام قاسم من فکر کنم به دل هر یک دلبر یعنی جا میگیره. بله خیلی و راحت. آهنگ هم یعنی موافق شعر آمده است که یعنی که اکنون شما که گوش کردید به فکرم خیلی با فکر شنونده البته مهم است. در جایی که برآمد کردیم همین سرود اجرا کردیم پسند مردم آمد. با شما یگان کس گفته است که وقتی اوج میبراید صدایتان به مانند صدای نیکولای باسکوف میشود که در خواندن اپرا به نهایت مشهور است. سلامت باشید. درستی خیلی مانند میکنند با نیکولای باسکوف یا که با آواز مسلم مگمایت با چندین دیگر اپراسرایانی یعنی که سطح کسبی جهانی مانند میکنند، لیکن این تنها مانند کردن است. برای با سطح آنها رسیدن حالا خیلی باید کوشش کنیم، زحمت کشیم. وقتی فکر میکنم با دل شنونده با دل بیننده راه میابی این خودش موفقیت. بله خب تشکر، خوش آمدید و باز در استودیو مهمان داریم، با شما خیر و خوش میکنیم. خوش آمدید. تشکر، سپاسی به اندازه. با ادامه میدهیم دوستان عزیز و مهمان نوبتی ما باشد شاعره جوان آمینه بانو همراه و آمینه خوش آمدید. شما خوب هستید؟ سلامت باشید. وقتی گفتند آمینه همراه و من فکر کردم که وقتی گفتند شاعره من نامش را شنیده بودم. فکر کردم که یگان آدمی باشد که سن سالشان شاید کمی زیادتر باشد و وقتی که دیدم آمینه خیلی جوان است. بله خیلی جوان و خیلی زیباست. بله. خب آمینه بانو طوری که آگاهی داریم زبان‌های خارجی را نیز می‌دونید به مانند زبان چینی و خب زبان انگلیسی به فکرم. چگونه است؟ چگونه آموختید؟ چون من در دانشگاه славяни توجیکستان و روسیه در فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی تحصیل میکنم. دانستن زبان‌های خارجی برای کسب ما به‌نهایت مهم میباشد. از این سبب من از پای آموختن زبان‌های خارجی به مانند انگلیسی، چینی، ترکی و دیگر زبان‌های خارجی هستم. چگونه پیدا شد الهام ایجاد شعر؟ چگونه پیدا شد که قلم بر دست گرفتید و شعر ایجاد کردید؟ من شعرهای نخستین خود را هنوز از دوران مکتبخوانی در صنف 5 و 6 بودنم ایجاد میکردم. البته شعرهای خرد بودن یعنی شعرهای شاگردانه نوقلمانه در وصف وطن، مادر یعنی شعرهای گوناگون ایجاد میکردم و بعدتر با خود خلاصه برآوردم که یعنی من در این جاده باید زیادتر تلاش کنم و با استادان نیز همکاری نموده از پای رشد این استعداد خود گردیدم. چون چگونه که میگویند استعداد مانند پرنده میباشد که در حالت خوب نگاهبین نکردن آن میتواند با دوری‌های دور پرواز کرده رود. تشکر. یک چیزی دیگر هم پرسیدنی بودم. ما میدونیم که البته شما زبان چینی و انگلیسی را میدونید. آیا شما با زبان چینی یگان شعر سرایده یگان شعر نوشته؟ از زبان‌های خارجی من تنها با زبان روسی ایجاد میکنم. هر یک نفر که قلم بر دست میگیرد انیقترش اگر در موضوع شاعران حرف زنیم یک شعر دوست داشته دارند. گرچنده همه مال خویش است ولی یک نفر رو مثلا زیاد یک همون ایجاد کردهشون رو همون شعر ایجاد کردهشون زیاد دوست می‌دارن. خب کدام شعر بود، در وصف چی بود و شاید همین حالا برای بیننده های ما قرائت کنید؟ البته تمام شعرهای ایجاد کردم رو دوست می‌دارم چون از همه قلب نوشته شده است و میخواستم چون ما در چنین وطن آباد و زیبا زندگی میکنیم یعنی و زندگی شایسته مینماید، میخواستم که شعر ایجاد کرده خود رو در وصف توجیکستانی عزیزمون پیشکش بینندگان نمایم. خیلی شاد میشویم، خیلی شاد میشویم. مرحمت. همان جانی که جانم صد کرد قربانی جانش بود، همان جسمی که سرشار وجودم پاسبانش بود، همان شعری که شب تا بر دل صبح صفا گفتم، همان نوری که خورشید دلم در آسمانش بود، زمینی که در آن بابای پیرم دانه میکارد با امیدی که هر یک خوشه آن دانه نانش بود، همان مهری که از دنیای چشم مادرم جاری است مثال چشمه های پرصفای مهربانش بود، همان میدان مردان بننگ و هم بناموسش زیرستم تا برحمان عصرهای داستانش بود، جهانی کوچکی که از بزرگیش جهان داند بزرگی‌هاش مانند جهان در جهانش بود، همان جایی که تاج ما و من تاج من و دنیاست، همان یک تاجیکستانی که نامش شان و شانش بود، وطن جایی که در خاکش به دنیا چشم وا کردم،
ҳамин чашмони ман дар ҳарду дунё ошёнаш бод. تشکر زیاد، سپاسی به اندازه. بعضن شاعران از دریا الهام میگیرن، از دیدن مادرشان الهام میگیرن، از طبیعت، از دیگر، از گلها و از دیگر چیزها. شما همون الهامی خودتان را از چی میگیرید؟ خب عادتا وقتی که به من همین سوال رو میدهند که شما از چی الهام میگیرد، من با همین 4 مصرع شعر استادم بزرگمهر بهادر جواب میدم، چنانکه که میگوید از ازل تا به ابد عشق بوده است. یعنی واقعا انسانیت از ازل تا کنون به کدام موفقیتی که نرسیده باشد، همه آن ثمره عشق است و مهر است و محبت. دهقان اگر در زمین دانه میکارد از عشق و محبت است. معلم اگر به شاگردش حرف میآموزد از عشق و مهر و محبت است. و سراسر اشعار سعدی و حافظ و بدیل و هلالی هم همین عشق است و سرچشمه الهام بنده نیز همین عشق است. عشق مادر، وطن و از همه بیشتر، از همه زیادتر عشق نسبت کلام پاک بزرگانمون. یعنی همین عشق نسبت شعر و سخن مرا وادار به ایجاد شعر و سخن نموده. تشکر. نقشه دارید که یگان کتاب به بچه‌ها برسانید؟ بله. البته هر یک شاعر آرزوی چاپ نمودن کتاب خود را دارد و من نیز حالا تجربه کرده ایستادم و مقدار شعرهایم که یعنی کفایه شود، البته کتاب یکم خود را چاپ میکنم. تشکر آمینه بانو، برای یک صحبت خوبه که با ما داشتید به شما اظهار سپاس میگوییم و باز هم چون فرصت که کم است میخواهیم چند مصرع که دیگر قرائت کنید، با شما خیر خوش میکنیم. برای من جالب است که شعر اول شما چی بود؟ شعر اولم بسیار ساده بود. بگذار ساده باشد. خب در وصف مادر شعر اول ایجاد نمودم بود. عزیز و مهربانی من تو بودی، هستی میمانی. حیات من، جهان من تو بودی، هستی میمانی. آیا مادر دل داری بزرگتر از دو دنیا است؟ حبیب قلب و جان من تو بودی، هستی میمانی. ز طفلی تا به این جانب به من افسانه ها گفتی، یگانه داستان من تو بودی، هستی میمانی. سرودم از برای تو، درودم از برای تو، سجود جاودان من تو بودی، هستی میمانی. گردید از غم خرابی تو، دارم دلک کبابی تو، گردید از غم خرابی تو، سرگشته به هر طرف شتابا، سرگشته به هر طرف شتابا، یارم گم کرده رهی ثواب بی تو، گم کرده رهی ثواب بی تو. تپیدنی میسمی هستم همه استرابی تو، پیشکسته بزم دستی ساقی، پیشکسته بزم دستی ساقی، یارم صد ساغری پر شرابی تو، صد ساغری پر شرابی تو.
نکشد نقابی تو هرگز نکشد نقابی تو دارم دلکی کبابی تو گردید از ایغان خرابی تو شامتون بخیر و شادی باشد و امکان دارد که برای دوستانتون، برای نزدیکان و پیوندان و برای تمام مخلصان و هموطنان چون یک ترانه زیبا سرای دید یک سلام دیگر هم بفرستید. از فرصتی مناسب استفاده برده من از نام خودم، از نام هنرمندایی که امروز پر و بال ما هستند، به اینا ما قنات ما هستند اینا. بله. از نام اینها و تمام کلی مردم تاجیکستان سلام و درود خود را میرسانم. بیاید یک کمک روشاد حرف زنید که چگونه است، چگونه آمادگی میبینید تو اینکه مثلا میان مردم اینقدر مثلا مردم زیاد جمع میشود زنده سرایی میکنید با مثلا اشتراک اینقدر نوازش اسباب‌های گوناگونی که در داخل ارکستر هست. من فکر میکنم البته بسیار یک محصولاتی زیاد طلب میکند برای زنده سراییدن و برای این البته کوشش کردن در کار، پیوسته کوشش کردن در کار، مشق کردن در کار و هنرمند حافظ باید هر یک مطربایی که با ما هم موازه است درک کند، حس کند، همون وقت یک من فکر میکنم یک چیزی که بردیم نزدیک ایجاد میکنیم، ایجاد میشه. یک چیزی دیگر، وقتی که شما با صحنه میانی مردم میبراید، نگرانی اساسی شما در چی است؟ فرض کردیم همه نگرانی هیجان البته میشود، به هیجان امکان ندارد، هیجان البته میشود و خیلی فکر میکنی سخنه گم کنم، فکر میکنی که نوجور میبراید، لیکن حرکت کردن در کار که در تجربه شما یگان هم وای حالت‌ها شده؟ بله، در آوان جوانی بود، وقتی که تجربه کم داشتیم خیلی حالت‌ها رخ میداد، سخنه گم میکردیم یا که نوجور میخوندیم. مثال آورده میتونید از همون لحظه برای من جالب شده در حقیقت؟ مثال وقتی که در همون نوعی که من تولد شدم به فکرم 2 سالگی استقلالیت بود، نه 2 ساله شدگی بود، همراه معلم برآمد میکردیم، معلم رباب مینواختم، من میخوندم، بعد 4 مصرع معلم میخوند، 4 مصرع من، معلم از اون خودشون خوندم، وقتی که من اومد من خودم گم کردم، موسیقی رفتن گرفت، بعد همسیفون خندیدن که تو گم کردی، من بهانه افتادم که اینا باید همیشه معلم میخوند، من نمیخوندم. باری سری معلم کردید. همه خیلی از وضعیت دارم. بله. بله خب تشکر و باید گفت که بیننده های ما و همه میدوند که برنامه ما واقعا برنامه است که هنرمندان صرف باید زنده سرایی کنند و سپاس میگویم برای سراییدن ترانه‌ای که برای ما و برای بیننده های برنامه ما پیشنهاد کردید. خیلی خیلی شادگردید. در حقیقت دلچسب بود. گردی خاک سرمه چشمان من قطره آبی زلاله جوهری من جان من چون گشادم دیدم بر دنیا دیدم روی تو مادری بخت آفرینا قوت و درمانی من ای مکانی رودکی و خسرو و سینای من
مطلعی دیوانی من تاجیکستان نامینه کرد مطلعی دیوانی من یک نفس هم زندگی به تو با من در کار است وقتی من ایمان من چشمه الهام من با بزرگان بالا می نمایم افتخار از تو یافتم سربلندی شهرت تو هم شدی من ای مکانی رودکی و خسرو و سینای من تاجیکستان نامینه کرد مطلعی دیوانی من تاجیکستان نامینه کرد مطلعی دیوانی من اهلی من گوشد یک جنتی افسانویست هستی تو نامی تو هم قصه و داستانی من دشمنانت زیر پا و دوستانت تاج سر ای سری من سروری من افسر و سامانی من ای مکانی رودکی و خسرو و سینای من تاجیکستان نامینه کرد مطلعی دیوانی من تاجیکستان نامینه کرد مطلعی دیوانی من مهمان دیگری برنامه ما سعید امیر باقیوف خواننده صنف 11 و اشتراکچی آزمون فروغ صبحی دانایی. خوش آمدید. سپاس. خب سعید امیر چگونه ذوق پیدا شد برای اشتراک در آزمون و یک کمک حرف زنید که کدام کتاب ها را ورق گردان کردید، از کدام قصه ها آگاه هستید، قصه های کدام از شاعران را خواندید؟ چطوری که معلوم است بنده در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی از روی نامیناسیای خواندن و از یاد نمودن آثار ادیبان کلاسیکی فارس و تاجیک شرکت ورزیده ایستادم و خصوصا بیشتر من هنگامی که پیش از آن که به خواندن این اثر به خواندن یعنی اثرهای کلاسیکی شروع نمایم اول من از ادبیات باستان شروع کردم و خواستم که من یعنی یک تحکورسی به خود داشته باشم تا به ادبیات‌های بالایی یعنی ادبیات‌های مرکب و دشوارتر یعنی آنها را من صرفم رفته باشم و از آثار ادیبان باستان من آثار اوستا را مطالعه کردم بعداً کارنامه اردشیر بابکان یادگار زریران درختی اسوری داستان یویشت فریان و این چنین از عصرهای میانه ادبیات عصرهای میانه من سفرنامه ناصر خسرو و گلستان و بهارستانش گلستان و بستان شیخ سعدی بهارستان و دیگر اثرهای بزرگانمان را مطالعه کردم. سعید امیر عین حال شما رخصت گرفتید با دور جمهوریوی؟ بله من در دور شهری خوشبختانه از روی نامیناسیای کلاسیکی در بین خوانندگان سزاوار جای نخست گردیدم و به دور جمهوریوی رخصت گرفتم.
چگونه است وقتی که انسان کتاب زیاد میخواند، وقتی که اثرهای بزرگان ملت را چون بابای سعدی و فردوسی و رودکی و دیگر صاحب قلمان مطالعه میکند، چی ذوق پیدا میشود، چی مزه میبرداری، چشمت چگونه آب میخورد؟ ناگفتن نماند چنانه که بزرگان گفتند کتاب کشتی ذهن است که بر روی موجهای زمان حرکت کرده متاع ارزشمندی را از نسل به نسل انتقال می دهد و کتابخانه ها شهرهای بزرگی می باشند که در قعرشان باقی مانده جسدهای بزرگان را خوابانیدند. آره، کتاب ما می توانیم کتاب را با یک باغ مقایسه کنیم و نویسنده این کتاب را باغبان و ما و شما خوانندگان استفاده برندگان این باغ هستیم و هر آنگاهی که ما کتاب میخوانیم و این باغ وارد میشویم و از میوه های پرثمر آن استفاده میبریم و این باعث میگردد تا در آینده ما بهر خلق و وطن خویش، یعنی از صدق دل و هر آن کسی که کتاب میخواند او بعد به قدر همان اجدادان و گذشتگان خویش میرسد و ما میتوانیم بعدا از هر آنگاهی کتاب خواندیم از صدق دل بهر وطن و ملت خویش یعنی صادقانه خدمت نماییم. اینطور که معلوم است از آن باغ سید امیر بسیارتر میوه خورده است. طوری ما میدانیم شما در آزمون شهری فروغ صبحی دانایی سزاوار جای اول گردیدید و همچنین 10,000 سومونی مکافات گرفتید. میگفتید که شما همین مبلغ رو در کجا صرف کردنی هستید و یا صرف کردید؟ نخست من این هر وقتی که من این مبلغ رو گرفتم سر اول من بهر خود کتاب های تازه خریدم که یک منبع جدیدتر یعنی یک معلومات و خبرهای جدیدتر رو به خود یعنی خواستم که یعنی کسب نمایم، کتاب های زیادتر خریدم و دیگرش را برای دانش یعنی برای دانش اندوختن و ملکه خویش را صیقل دادن یعنی صرفه نموده ایستادم و صرفه نمودم و صرفه خواهم کرد. در این آزمون رقابت خیلی زیاد است، زیرا نفرانی که کتاب دوستدار هستند امروز در جامعه ما خرد و کلان، زیرا ما ملت صاحب کتاب هستیم، ما ملت کتاب دوستدار هستیم، خیلی زیاد هستند. باوری ها چگونه است در آزمون جمهوری که آیا چی میشده باشد؟ من خیلی همین جدیتر آمادگی دیده ایستادم که شود که در دور جمهوری آزمون نیز یعنی غلبه به دست آرم و اگر اجازت باشد میخواهم یک غزل از صاحب تبریزی بهرتان قرائت کرده باشم. باشد میشنویم. زیباری دردی من کوهی گران بر خویش می پیچد، زمین از سایم چون آسمان بر خویش می پیچد، مرا از ماجرای شمع موم این نکته روشن شد، که تن چندان که می خواهد روان بر خویش می پیچد، پدر خجلت کشد ز اعمال ناشایست فرزندان، خطایی چون ز تیر آید کمان بر خویش می پیچد، نبرد از رشته جان وصل پیچ و تاب بیرون را، در آغوشی گهر این ریسمان بر خویش می پیچد. تشکر. خب سید امیر برای شما برار میخواهیم موفق باشید. بله آرزو میکنیم که امیدواریم که در آزمون جمهوری نیز سزاوار جای اول میگردید. دوستان عزیز، امیدوارم که برنامه امروزه برایتان جالب بود. برای همه شما خوشروزی خوشبختی های بردوام رو آرزو میکنیم و میگیم تا نشر دیگر خیر.